داداش اگه یه مرغ با یه خروس دیگه به خروسش خیانت کنه تخم مرغش حروم میشه. داداش چرا بستنی وانیلی سفیده در صورتی که خود وانیل قهوه‌ایه؟ یه چند وقتی بود از این چرت پرتا نمیگفتی، راحت بودیم. داداش چرا وقتی داریم از تب میسوزیم میگن سرما خوردیم؟ عجیب نی؟ داداش اگه موقع تلف کردن وقتمون لذت ببریم بازم میتونیم بگیم که وقتمون رو تلف کردیم؟ بدون من کجا میخوای بری، بدون من کجا میخوای بری. داداش اگه دو تا مادر همزمان با هم حامله باشن، بچه یکیشون 7 ماهه به دنیا بیاد، بچه یکیشون 9 ماهه، چرا اونی که 7 ماهه به دنیا اومده 2 ماه از اون بزرگتره در صورتی که همسنن؟ داداش اونایی که سرشون تازه موقع شستن صورتشون تا کجا میرن بالا؟ جالب بود. داداش چطور وقتی رو سقف قطار از جات بپری قطار از زیرت رد میشه ولی داخل کابین بپری سر جات میمونی؟ داداش میدونستی اگه یه چش داشتیم هر پلکی که میزدیم یه چشمک بود؟ داداش چرا وقتی به نفس کشیدنمون که فکر میکنیم از حالت اتومات میره رو دستی؟